بیاین اومدن و رفتن ترامپو براتون درست و حسابی ترجمه بکنم. اومد رفت کشورهای عربی یه دستی به سرشون کشید، برای ایران شاخ شدن تا اومدن شاخ بازی در بیارن، یه سیلی محکم از ایران خوردن. حالا که دیده دیگه نمیتونه بره کشورهای عربی و سیلی که از ایران خوردن انقدر محکم بوده که دوباره باهاش همکاری نکنن، اومده رفت کشورهای ترکی، یه دستی هم به سر اونا بکشه، یکم هم اونا رو گول بزنه تا برای ایران شاخ بازی در بیارن. تجربه و سرنوشتی بجز سرنوشتی که برای کشورهای عربی رقم خورد در انتظار این کشورهای ترکی هم نیست. اما نمیدونم چرا از کشورهای عربی درس نگرفتن یا حداقل نپرسیدن که اینا تو این جنگ چی کشیدن. فقط آقای علیوف، آقای اردوغان، میدونین که کشورهای عربی بر پایه نفت زندگی میکردن و تیری که ایران به سمت اونا شلیک میکرد و بستن تنگه هرمز باعث شد که با نفروختن نفت بهشون فشار بیاد. اما شماها خیلی آسیب پذیرتر از این حرفایین. شما بر پایه گردشگر دارین زندگی میکنین. یه بمبی که از ایران بیاد، یه موشکی که از ایران بیاد، یه تیری که از ایران بیاد به سمتتون، دیگه هیچ وقت اجازه نمیده مثل قبل زندگی کنید. حتی بیشتر از کشورهای عربی سیلی میخورید. پس حالا ادامه بدید. بدون پنهانکاری اومد تو فرودگاه ترکیه با رئیس جمهور ترکیه. الان جاش هم مشخصه کجا هست، فردا کدوم اجلاس میخواد شرکت بکنه. شمایی که فریاد انتقام سر میدید، ترامپ اینجاست، ارزه دارید، جرأتشو دارید، جگرشو دارید، بزنید ببینیم شما چه کاره هستید. مگه این پدرسگ کله زر تو ترکیه نیست؟ مگه خاک ما رو زدن، رهبر ما رو زدن، کسی چیزش تکون خورد پر زد؟ شما هم بزنید خار مادرش یکی کنید. چرا نمیزنید؟ چرا براش خطر ایجاد نمیکنید؟